به ناوینکاریا روسیا یکفتنک دنابرا ترکیه و رژیم سوریه ده گریدای گرمی پاریزگاه حسکه یا روجافای کردستانی هاتیا انجام دان. آژانس سپوتنیک یا روسی لسرزار جدر نخواه تایبت اشکره کرد. هولین روسیاش بو وگوستنا بصدان تنه گنم جسایلوین پاریزگاه حسکه این جیر کنترل گروپین چکدار ده لدورین جیر کنترل ترکیه بر به آشن پاریزگاه حلبه و به سرکتن و رکفتنک نابرا هر دو آلیان ده هات انجام دان. جداری تکس کرد که یکم کاروانی وگوستنا گنمی روجاوای کردستانی یسایلوین شرکراک لعین عیسای دریا 8 بار هلگران ده به پاراستنا زیرو پوشن پولیسین دشگری روسی بر به حلبه و کتنو دی پیش بینی کرن که دمجمیرین بیده 450 تن گنم وره وگوستن.